درود بر شما مخاطبان عزیز چنل اندلس مووی. فیلمی که امروز قرار با هم دیگه بررسی کنیم از اون دسته فیلماییه که هر کسی تو زندگیش میبینه از اون نقطه به بعد زندگیش کاملا تغییر میکنه. یا یک ایده جدید بهش داده میشه، یا طرز فکرش اصلاح میشه، یا دیدگاهش نسبت به زندگی و زندگی کردن عوض میشه. برای اطلاعات بیشتر در مورد این فیلم به دیسکریپشن مراجعه کنید. غلظتی که شما از احساسات مختلف توی این فیلم میبینید و تجربه میکنید یه چیز فوق‌العاده عجیبه. احساس امید، مفاهیم مثل خستگی، ناامیدی، انتظار، تلاش و مواجه شدن با ترس‌های مختلف که شما میتونید اینجا بدون هیچ فاصله‌ای و بدون هیچ سانسوری کاملا لمس کنید. خیلی 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 عجیبه و در کنار همه این موارد اون بحث دراماتیک و رومانتیک فیلم هم سر جای خودش هست و ما با یک فیلم کاملا رومانتیک هم طرف هستیم. فکر کنید شما یکی از شلوغ‌ترین آدم‌هایی هستید که در خانواده و فامیلتون زبان زد عام و خاص هستین که همیشه صبح تا شب و 7 روز هفته 24 ساعته در حال کار کردن و پیگیری و دغدغه‌های مختلف شغلی هستین. وقتی همچین شخصی طی یه سری اتفاقات وارد یک سری ماجراها میشه که نتیجهش میشه 4 سال زندگی کردن وسط یه جزیره، قطعاً تجربه عجیبی خواهد شد. نهایتاً اگر بخوایم به نکته آخر در مورد ارزش این فیلم اشاره بکنیم، بازیگری و هنر خاص بازیگر اول این فیلم یعنی آقای تام هنگس هست که حقیقتاً هنرنمایی کرده و به هرچه بهتر شدن فیلمنامه و اجرای اون داستان در واقعیت کمک شایانی کرده.